از студияи марказии радио озодӣ ман Шалои Гулхоҷа шуморо бо тозатарин хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳон ошно мекунам. Имрӯз 23 октябр аст. Дуруд ва ҳамроҳ мебинем ки дар дунё чӣ мегузарад. муҳокимаи парвандаи қатли сайёҳон дар душанбе оғоз шуд. Хабарнигорон ва пайвандон пушти дар монданд. Шуморе аз гумонбарон ба хотири хабар надодан ба мақомот дар курсии айбдорианд. جهاد ما چرا کارای ما جهاد نمیکنیم این دولت نون آش خورده سیم ای بود هوا این نفس کشیده سیم ای آب استفاده برده سیم ما جهاد نمیکنیم نه که نرفتن یگانجا خبر ندادیم همه گناه شد. даст ба китви ҳамдигар таҳқири муҳоҷирон дар шаҳри Тулаи Русия идома дорад. ҳомиёни ҳуқуқи инсон амалкарди маъмурони пулисро шиканҷаи равонӣ ном мебаранд. коҳиши интиқоли барқ аз 10 ба 4 соат ва ё равшанӣ кай меояд. бебарқӣ зиндагии сокинон ва беморонро дар гӯшаву канори Тоҷикистон сахт кардааст. 2 соат дигар рӯз метамон 7 даже мекишад. Ман ина касали вазмин дорум. Ира шаб ровардан дар кора 2 рӯза берун. Ман ина кашулака бағзола ор мебарам мегардонам меорам. бо гузашти наздики 3 моҳ аз ҳамла ба ҷаҳонгардони хориҷӣ дар Тоҷикистон додгоҳи олӣ ба баррасии парвандаи муттаҳамони ин куштор пардохт. аксарияти онҳое ки дар курсии айбдорӣ нишастаанд барои пинҳон доштани ҷинояти мазкур посух мегӯянд. айбномае ки бархе аз наздикони муттаҳамон онро одилона намедонанд. ба гуфтаи ҳамкорони мо муҳокимаи ин парвандаи пурсару садоро дар баробари пайвандон хабарнигорони хориҷӣ низ пайгирӣ доранд, ҳарчанд ҳеҷ яке аз онҳоро ба ҷараёни мурофиа роҳ надоданд. гузориши Моло Раҷаб ва Барод Юсуфиро тамошо мекунем. امروز 23 اکتبر مرافعه سعودی متهمان در قتل 4 جهانگرد خارجی در ناحیه دنقره شروع شد. مرافعه در تالار بازداشتگاه موقتی یا سیسای رقمی 1 شهر دوشنبه از طرف دادرس‌های دادگاه عالی تاجیکستان برگزار شده ایستاده است. از صبح بر وقت نزدیکان بازداشت شده ها در بازداشتگاه موقتی جمع آمدند و منتظر آغاز مرافعه بودند. اما دادرس دادگاه عالی تاجیکستان به مرافعه تنها وکیلان دفاع را راه داد و به ورود خبرنگاران اجازه نداد، هرچند قبلا گفته می شود که پرونده مهر مخفی ندارد و با احتمال زیاد مرافعه کشاده برگزار می شود. در همین حال برخی از نزدیکان بازداشت شده ها به بیگناهی خویشاوندان خود اصرار دارند. همین خلقاب رفت موده که بوده گفته باشه همون بچه که همون بچه های آدم کش بیاین جهاد کنیم یا گفته باشن که بچه ما با 3-4 بچه که دیگه که همین دولت تنج همین خیلی همین امام علی آدمی تنج آدمی خوب همه جا رو تنجی آبادی که جهاد ما چرا کارای ما جهاد نمیکنیم این دولت نون آش خورده سیم ای بود هوا این نفس کشیده سیم ای آب استفاده برده سیم ما جهاد نمیکنیم نه که نرفتن یگانجا خبر ندادین همه گناه شد. برای این گناه من نمیدونم چی جزا میگیره بچه من. فهمیدیم کی میگن کی نمی فهمیده نگفته. نمی فهمیده نگفته برای من آورده محکمش کردیم. اوی نه تلفن داشت نه زنگ میزد نه جهاد کرد نه هیچ یا آدم جهاد نیست او. حادثه قتل 4 جهانگرد خارجی در ناحیه دنقره 29 ایل رخ داد. دادستانی کلی تاجیکستان تفتیش قضیه مذکور را در آخر ماه سپتامبر به انجام رساند و در ماه اکتبر آن را به دادگاه عالی تاجیکستان ارسال نمود. فعلا معلوم نیست که بررسی این قضیه چقدر دوام میکند، ولی در کرسی عیبداری 17 نفر نشستند و منتظر حکم دادگاه می باشند. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی، دوشنبه. 2 نفر از سیاحانی که در نتیجه این حمله کشته شدند شهروندان آمریکا بودند که از کارشان دست کشیده و به سیاحت 10 کشور جهان شروع کردند. این 2 سیاح خوشحال نمیدانستند که رشته عمرشان در تاجیکستان کنده می شود. بار دیگر گزارشی را که همکاران ما در این باره تهیه کرده بودند همراه می‌بینیم. 1 روز پیش از حمله مرگباری که مسئولیت آن را دهشت‌افکن‌های جهادی بر دوش گرفتند، گروهی سیاحان خارجی در یک باغ دهه مهرآباد ناحیه واسع تاجیکستان خیمه زد. تا آن زمان جفت آمریکایی لورن گیوهگن و جی آستین هزارها کیلومتر راههای افریقا و اروپا را طی کرده بودند. سلام، ما 7 دوچرخه‌سوار در تاجیکستان سیاحت داریم. ما در راه شناس شدیم. گروه ما از 2 آمریکایی، 2 شهروند شویتساریا، 2 نفر از هلند و 1 فرانسوی عبارت است. وقتمان خیلی خوش می‌گذرد و تاجیکستان هم کشور خیلی زیباست. جی آستین کمی به زبان روسی نیز حرف می‌زد.
و مهر و محبتش به تاجیکستان را پنهان نمی داشت. من و دوست دخترم عاشق تاجیکستان هستیم. ما تاجیکستان را دوست می داریم. این کشوری زیباست. میزبانی سیاحان به یاد می آورد که مهمانانش از کمپوت یا آب میوه سیب بیهی حلاوت بردند. وقتی که سیاحان با همین شورای دوشنبه کلوب میگذشتند، انا باغ ما در نزد همین شورا است. دقت وایو را درختان کلان سایه افکن جلب کرد و وایو پرسیدن از ما اجازت پرسیدن که آیا ما میتوانیم که لحظه در همین گرمی روز در همین وقت استراحت همون ما البته را با جان دل و یا را اجازه دادیم. یک گروه سیاحان در باغ ما گذشته در سگ درختان سایه افکن شیشتن استراحت کردند. رو می‌ریم با موضوعهای دیگر. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت که مقامات سعودی کشتار خبرنگار جمال خاشقجی را از قبل برنامه‌ریزی کرده بودند. اردوغان ضمن سخنرانی در پارلمان در حضور حزب حاکم روز 23 اکتبر یادداشت شد که در صحبت با شاه سعودی گفته است کنسول این کشور در استانبول غیر کسبی بود و از مسئولیت‌هایش آزاد و به وطنش برگردانیده شد. او افزود که در سعودی 18 نفر در رابطه با این حادثه بازداشت گردیدند. جمال خاشقجی روز 2 اکتبر پس از وارد شدن به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ناپدید گردید. مقامات ترکیه در پی از شکنجه، قتل و تیکه تیکه کردن جسد او در داخل کنسولگری خبر دادند. وزیر امور خارجه عربستان سعودی مرگ روزنامه‌نگار منتقد حکومت آن کشور جمال خاشقجی را قتل نامیده، اما میگوید افرادی که در این حادثه دست دارند به ولیعهد نزدیک نبودند و این یک عملیات خودسرانه بوده است. برمیگردیم به تاجیکستان. تیرمای امسال در تاجیکستان با شکایت‌ها از آغاز لیمیت برق در گوشه و کنارهای این کشور شروع گردید. شرکت برق تاجیک محدودیت انتقال برق را به کارهای تعمیری و آمادگی‌ها به زمستان ربط می‌دهد و میگوید آن به زودی حل می‌شود، اما ساکنان منطقه کلوب به این وعده‌ها باور ندارند، زیرا ساعت‌های انتقال برق به منزل‌های آنها یک بار کم گشته است. گزارش محمود جان رحمتزاده را در این باره از شادمانی یتیم می‌شنویم. سفر رجبوی 84 ساله توبی ترکی ندارد، اما از فروزان ماندن شم تا صبح می ترسد. مبادا شعله شم به پلاس افتاده سبب ناخوشی نشود. من هیچ کاری اردان نمیکنم. در دهه نانچمسی ناحیه واسه در یک شب و روز 4 ساعت قوه برق میدهند. روز میتامون هفتنیم دوجه میکشش. من کسالی و ازمین دارم. ایراد شب رو وردن در کل 2 روزا بیرن. من اینا کشولکا بغزولا رو میبرم میگردونم میارم. گوه وقت اونجا پیش پو میخریم گوه وقتی چی خویم. دورای نمید قدر 30,000 150 سومونده خریدم. سفر و که این هزوم ها را از پول نفقه شوهرش برای زمستان خریده بود، با شروع لیمیت برق هزوم ها را برای پختن خوراک صرف میکند. یا من روز اوقات در نمی میکنم، چویم هم در میکنم، خیلی نمیشه اوقات. در اکثر ناحیه های منطقه کلوب محدودیت قوه برق را از 10 تا 4 ساعت کم کردند. زیاد خیلی خیام 2 ساعت در زمستان علاوه نباشه یا زندگی نباشه با 2 ساعت میشه. همیشه با 2 ساعت. مشکل نمیکنیم آب بگیریم. آب ما بسیاری مشکل نمیکنیم آب بگیریم. آب خوردنی مشکل نمیکنیم بگیریم. سال گذشته مقامات اعلام کردند که دیگر لیمیت را برای همیشگی لغو کردند. امسال از ماه سپتامبر در اکثر ناحیه‌ها محدودیت انتقال برق جاری شد. بر ضمن محدودیت نرخ برق هم بالا شد. اگر که نبودنش خوبه که ما زورمون نمیرسه دیگه به قیمتی سوید. اگر وقتش در 20 سوم میدادیم ما زیر اگر ایتری یگان استفاده بریم 50-60 سوم دا میخیزه. برق تاجیک گفته است این لیمیت موقتی است. آنها شبکه های برقی را تعمیر دارند و روزهای نزدیک به رجه قبلی برمیگردند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. نیروهای ویژه پلیس روسیه در شهر تولا تفتیش فراگیری مهاجران کوری من جمله از تاجیکستان را شروع کردند. تفتیش‌ها 3 روز باز در این ولایت ادامه دارند، ولی به فرق از ریدهای پیشین کارمندان پلیس که همگی نقاب پوش و سلاح به دستند مهاجران را دست به کتف یکدیگر قطار کرده مثل اسیران تا به شعبه‌های پلیس رسیدپور کردند. برخی‌ها در شبکه‌های اجتماعی این رفتار پلیس تولا را به آلمان فاشیستی شباهت داده نوشتند. این یک نوع پس زدن شأن و شرف مهاجران است. همکارم عبدالله شروع به تحقیق این موضوع مشغول بود و حالا آماده است که در این باره با ما صحبت کند. عبدالله سلام، نخست بگو که چرا رید مهاجران در تولا به این شکل میگذرد، مگر به چنین شیوه قطار کردن مهاجران در محضر عام تا کجا جایز است؟ سلام شهلا، حامیان حقوقی که با ما صحبت کردند این را نه تنها تحقیر بلکه یک نوع شکنجه روانی و تحقیر عمومی مهاجران میشمارند که موافق قانون‌های روسیه این جنایت حساب می‌شود و جزا را در پی دارد. اما حامیان حقوق انسان میگویند هیچ یک از جبر دیدگان یعنی مهاجران بازداشت شده حاضر نیستند علیه عملکرد ناظران نقاب‌پوش پلیس و روسگواردیا و اداره‌های بالایی شکایت کنند. یکی از این حامیان حقوق ولنتینا چوپیک از جمله با رادیو آزادی درباره این حادثه صحبت کرد. از داخل بازداشتگاه می نویسند، زنگ می زنند که آنها را غیر قانونی بازداشت کردند. وقتی ما از آنها خواهش می کنیم که مشخصات خود را به ما فرستند تا که من رسما از نام آنها به مقامات بالایی شکایت برم، هیچ یک از آنها راضی نمی شوند. ناظران پلیس تهدید کردند که اگر به جای شکایت برند بی گفتگو از قلمرو روسیه اخراج می شوند. همگی می ترسند و می گویند اگر نامشان فاش شود ناظران پلیس آنها را از روسیه خارج می کنند. ضمناً به تاکید حامیان حقوق قطار کردن مهاجران در طول حادثه یگانه نیست و چند قبل در شهرهای ولادیواستوک، ساخالین روسیه عین چنین تفتیش‌های تحقیرآمیز رخ دادند. خب با مقامات شهر تولا چی میگویند؟ اصلا این چی معرکه است و چرا تفتیش اسناد مهاجران به این تندی شروع شده است عبدالله؟ شهلا در ریاست پلیس ولایت تولا میگویند بازداشت مهاجران و تفتیش عمومی حجت‌ها یک رید معمولی است و مقامات قدرتی تا کجا قانونی بودن بودوباش مهاجران را میسنجد. نتیجه 2 روزه رید کارمندان پلیس، سربازان روسگواردیا و مقامات FSB در طول این شده است که 78 مهاجر کره در خانه‌های ساکنان محلی خود را رسما ثبت نام کرده در اصل در همان نشانی زندگی نمی کردند. در این ریدها نه تنها اسناد مهاجران بلکه همه نفرانی که قیافه غیر اسلاویانی دارند سنجیده می شوند. یک همصحبت ما که زاده ناحیه ترسونزاده تاجیکستان و عین حال دارنده حق اقامت روسیه است میگوید بیش از 3 ساعت در قطار مهاجران دست به کتف یکدیگر منتظر شد تا زمانی که ناظران حجت او را سنجیده رها کردند. سپاس عبدالله. واقعا خود مهاجران در صحبت با رادیو آزادی به ما اقرار میشوند که این گونه بازداشت‌های مقامات انتظامی و نمایش دادن آنها در تلویزیون‌های محلی برایشان تحقیر کننده است، اما به خاطر حفظ جای کار و منبع درآمد مجبورند این همه را طاقت کنند. تحقیقاتی که تلخ ولی دردآور است. و سالهای اخیر در کشورهای پساشوروی مورد نوستالژی و پزمانی به نظام پنجه آهنین دوران استالینی بیشتر شده است که یک علامتش افتتاح مجسمه‌های استالین و تشکیل آثارخانه‌های است. یک گزارش داریم در همین باره. این مرد میگوید یوسف استالین در خوابش با او گپ میزند. او به من میگوید که من استالینیست هستم، مرا پسرش میخواند. مردم آرزوهایشان را در خوابشان میبینند، من نیز. استالین در گرجستان تولد یافته است و با نام یوسف جوگاشویلی. گریگول اونیانی میخواهد خاطره این دیکتاتور شوروی را زنده نگه دارد. در این محله شهر تفلیس مجسمه بزرگ برای او بنیاد کرده است. میخواهم مجموعه یادگاری برای استالین در اینجا بسازم. پشت اینجا دفترهای کاری برای محققان خارجی میشوند. عین زمان محل زیارت استالینیست ها خواهد بود. در عهد استالین میلیون ها نفر کشته شدند. به درغه و زندان های گولاگ در زمان او بود. سرکوبی های سیاسی و بدنامسازی اوج گرفت. تشکیل مجبوری کالخوز و سوخوزها سبب قحط در اوکراین و قزاقستان شد. از این همه در آثارخانه استالین اشاره نمی شود. او بیشتر به چیزهای
کم اهمیت توجه دارد. من حتی انگشتری تویانه زنم را فروخته اینها را خریدم. مثلا این تلفن همراه او را که دستگاهی باددان نام دارد. این اولین نقاب مرگ است که بعداً از آن 10 تا ساختند و در سراسر جهان تقسیم کردند. بنابر نظرسنجی ها از 45 تا 55% گرجی ها به استالین نظر مثبت دارند. آدمانی هستند از جمله مثل من که حاضرند جانشان را فدای استالین کنند، مثل آنهایی که در زمان جنگ می‌کردند. بیننده عزیز، تفصیلات بیشتر موضوع روز و دیگر خبرگزارش رادیو آزادی رو که در برنامه جا نشدند در وبسایت رادیو آزادی ببینید. تشکر برای همراهی. وقتانی که داری هر یک شما.